بیشتری یه عبا چو خیلی سلامت شکر یالا کو گندماره بدی آه خب آنه بیکری جان خیلی ریشو عبا تکل ها چند منه؟ اینا 12 50 کیلو 50 کیلو چی بده هم عبا خب دیگه ما ساله آخه ما 50,000 روپیه دادیم برادر اینه نکی بردیم داره بگی تک تو باشه برو صاحبی خودم رفقا میخورم دیگه بله بخورید شروع کنیم هفته میایه به تاثیر ما شما من ناوقت شدم بله خوبین خیریت بخیرین مامان نوروز ما سرمی زمین گندمی شما نو اینجا فعلا داره ما این نوال بشونه بیایم اینجا بیایم خوبه بیایم عباس بله این بیوجی گندم مامان نوروز نبردی بردم لالا پس چی مایه که با ما زنگ زده کنی یا مساعد زمین به تو کار دارم زنگ زده که کجایی من میان که با تو کار دارم لالا شاید به خاطر امی آمده باشه که دیگه گندم اینا کم برده کم برده اینو زرق شده ما به حقت نخوردیم نه چون دیگه بابا زنگ زدم به بچه خاله خود چی گفته بچه خاله تو؟ بچه خاله من رمضان میگه قرار کرده لالا انا بیا آمده سلام علیکم سلام علیکم خدا خدا لالا رمضان من رو بیرم این کارگارا شما چی نگفتم برو همین پارسال ما 80 من از این زمین گندم رای کردم امسال هیچته بوده که 50 کیلو گندم رای کردم چه کنیم ما نوروز 50 کیلو گندم که به شما رای کردیم بله شما همی تا گپا میزنین که فقط میگیم مثل پارسال همی 80 من گندم که طمع داریم شما که به شما رای کنم همه گندمار هوا زده همه گندمار یخ زده واقعی تمام همی دیا بالا و پایین شما بریم پرسان کنیم اگه کسی 50 من گندم از زمین خوبی کرده بیاین که ما شما 100 من گندم بدم هرچی که زمین حاصل کنه ما از زمین حاصل همی زمین ما به شما میدم خب 25 من گندم که 12 من نیم از شما شد 12 من نیم هم از ما ما گردن خوب بسته نمیکنم به شما که گردن خوب بسته کنم بگم الله باش که من حق ما نوروز بخورم پس این چی رقم 50,000 پوند بدم برای شما پول داد آخرم شما 50 کیلو گندم میاریم میدین کوکو خب 50,000 پول شما بدادیم دو فصل فکر کنین که همین زمین کشته میشه هنه حال نوالا شلیل میشن پناه به خدا بلکه از شلی ها یک چیزی بشه خب ما خب مقصر نیم دیگه من نمام لا که شلی بکنم پلا کمر بدم که ای کنم برم برات کار کنم من نمام شلی بکنم عباس چی جبر کن عباس 50,000 پی خورم بانک کنم آخرم بیا یار 50 کیلو گندم ور داری بیاره به دست میدی که دیوانه کنیم کو باشه ما نوروز عباس بیا هنه پرسان کنیم از او او هم از سرتونه کوکو که چی پرسان کنم او هم برارتونه یعنی شما حال پولا خورمایی؟ ها پولا میبرم ما نوروز تا همین شلی ها به دست نمیم من پول مولاکی نیه نه من دارم نه همین چی من کار ندارم پولا من بعد بدم بیا یک بشی چی لالا ما نوروز میگم پولا مر بده که امسال زمین حاصل نکرده چرا ما چی میفهمم فقط همین بیاوی بود همین هوازدگی بود من 80 من گندم رای کردم امسال هم که او هم بوده هوا هم میگم گفته خودش هوازده به من 50 کیلو گندم آورده ما نوروز فهمید تاون فایده خود از زمین دیگه چی تاون فایده خود داره کوکو این به دست ما نه
اینه 20 نفر مزدور دارم برای کاکا پرسان من نمیفهم پلاکامر میدی یا نمیدی پیار خود من تیر مزدور شما تیر کاکا نوروز 25 من گندم که 12.5 به شما 12.5 به خود خواهد لمقبول نصفه کرده. اینا بعد ماما نوروز به دل خود کاج هم بنیاد خو من نمیفهم پلاکامر بدن کاکا کنم برم برات خود خود شما شلی کردیم ما دیگه. چیکار کردی؟ پول نداریم. نه ممکن شیلن کنم فعلا ماما نوروز بله حالا چی میگیم شما آخه من اونجا 12 نفر فعلا دارم 4-5 هزار روپیه خرج از اونها کجا نه جنجال نه دعوای پلاکامر بدن که راه بگیرم برم خلاص نه رمضان شما من چه تیرم از اون فایده میزمین تیرم کاکا تیر چیز از سر دل داری این مادر گیلک تا یک 10 دفعه ما بگفته و برای خودم از اون میگه این پول کامر ها پیش به گم میشه خرج میشه و یک زمینی بند کنی حالا ما تیار میکنه لالا 10 نفر آدم به حواس و ارزی امینه که زمین گیره کنه و حاصلی بیاره ماما نوروز میگه البته ما وزی احتیاج ما نوروز به فایده نفهمید نه مامون فایده صبر کنید بله سلام خاله جان خوبین بخیرین سلامتین شکر زنده باشین بشناختیم عباس برا رمضان شکر شما خوبه شکر مادر من خوبه شکر سلام میگفتم شکر زنده باشین خاله جان شما چند دفعه ما بگفتین که برا خورم از اون موقع این پولکان به یک زمین بانک و خاطر پیش ما خرج میشه نه ما هم یک زمینی داریم این نفر که بیامده برات پولا خو بفهمیدیم های نصیب شما دیگه ایش عمال که ما شهری میکردیم اول شهری نال شهری گوتران پولکا شما اگر پولکار میده خاطر به این نفر بدیم هم نصیب شما نسای کنین به زور از خدا اگر 10 من 20 من بریم به شما نوردیم هر چی ماستیم بگیم پناه به خدا خوبه خوبه هیچ گپی نیه نه دل جمع باشین سیه هنال من میان در سر شما خدافظ لالا رمضان چی گفته؟ میگم بیای ببریم پولا کار من خونم ده تیار کرده خودش تیه خوشحالم بشو بخبر پولا را در سر نبوس انا ما میرم یار بخبر که ماما نوروز بله همین جگاه شما بشینیم من میرم سر زمین عباس پولار بیارم من اینجا 12 نفر آدم فعال و مزدور نمیشه من به اینجا وقتی خود بیام ضایع کنم برگرد من میگم شما همین چی تا باشم عباس پولار میاره خوبه بیارم مرصد عباس مرصدا کنی هر دم آوردی پولار بابا این منطقه راست میگه ای آخه به مختی 30-40 من گندم گردن خو بسته میکنه ای قمار میخوره با تمیجی چقدر بچگی میکنی خود چی بابا آنی پولار میده برای شما پولار قرار کرده میشتونیم میرین خرج میکنیم یک سال چیش کشون بزرگ نمور که یک روز بالیم بهاریم که من 50 کیلو گندم بر میدارم میارم آلانی 50,000 روپیه هم میاره میده اینا چکابات میشه 50,000 روپیه میرم خب 5-6 قرار گندم میخوره که 3 سال 4 سال خرج میشه هم خراب میشه چی خراب میشه؟ گندم خراب شده؟ نه شده 5-6 قرار گندم یا پکم کو چقدر بچه با تام بتاس همی تو با چه شیری خوب شد ای ما نوروز بنیاد خو کاجه به فایده خو نفهمید دیگه فکر میکنه که به زمین نفر پیدا نمیشه ایلا تو میدیم برات کن مادر گیلک خوشحال هم میشه مادر گیلک جا سلام عباس جان اشتنی خیلیت اینجا رو خیلیت یار هستیم شکر زنده بشین سلامت باشین زنده باشین مادر تو کجا گیلک؟ کی؟ مادر تو به تخونه چی میگم بسره هسته؟ نه سبکو تو زواله که خمیر تیار میکنه خمیر تیار میکنه برو بگم عباس آمدن پولای عباس تو بیا بده بیشرف چرا میزنی؟ با مادر ما بگو عباس بیامده تو با مادر ما چی کرده دی؟ دیوانی خدا تو خبر نده برگه کنه خدا نه یک وجبی با خدا مادر ما خودی پیار ما گب نمیزنه خودی تو یک وجبی گب میزنه تو برو گیلک تو چی کردی نامحرمی؟ تو الان نفهمی برو
نه بگو عباس هم برای اون پولکا. کدی پولا تو هم مادر ما پول می بیا میده با مادر ما بجا مادر تو نامرمی قبل نه میزنی تو نمیفهمی تو برو. چه؟ ما همین زمینه که مادر تو گفته پول داره، این پولکا هم باید یک زمین بند کنه که این پولکا پیش به خرج میشه. آها از او بابت یا میگی؟ که یک نافهمی. ببخش عباس تو تال هوشیار نشدی. نه با خدا میبینی به تا گوش بزنی کار خوبیه. بده دست نه نه مای برو. با خدا بد کرد نه مای برو با مادر خود بگو عباس بیا مادر. من مزدور تو هم شیلی آورده بیا برو شلی خلق بیا. خب میبینی کار میکنه اکثره. نال شلی میشونه. برو دیگه. عباس تو دست کو بده نه تو دیگه خودتو گپ نمیزنی گیلا. دیگه دیگه تو چند روز دیگه خودتو گپ نمیزنی. تو با گپ نمیفهمی. ما بیام با کار چه خوبی. فرمونه بده دست ترجیح با این خیلی بستون تو اونجا بره پس بیا ده میشه دو تا فرقونه خطره. برو. چی بگم دیگه نه برو. تو چند روز دیگه نیام. چی بگم تو کس که در ساش اول گپر بفهم و تا گوشه بزن. نه برارم تو گنده گپ زدی تو گفتی که مادر خوب رو بگو که عباس من چی بگم تو برو مادر خب که عباس بیا آدم پولکای بیا. برو. چی بگم بگو عباس بیا آدم پولا. خوبه تو هم هیچی به هیچ. روز آخر خوشی روزی باشه که تو هوشیار شی. عباس شو بله. مادر من میگم که چیزه میگم دست ما بنده به تا خمیرای پولا به دست دادی منه دادی من به تا بالشت خو قایم کرده انا گفتم من نون پخته که بکردم میرم مثلا دختر خو میرم با عباس بگو به نواسی خود بچگاه خود بگردم انا تو ساعت 2 بیجه بیاید برای پولا خاطر این نفر مثلا پولا خونه کوکو نوروز کوکو نوروز مثلا پولا خونه که پولا کار بدیم برای دیگه رفت کار کنیم اول میبینه زمین نال شهری میکنیم پس تو میگی که بس که من برو پیش داده خو زودی میایی زودی میام برو کجا تو یک کار من میرم سر زمین تو پولا کار بیا برو و مادر خوب بگو بگو عباس گفته که به زور از خدا به 3 ماه 4 ماه همین تا 20 من 30 من بریم گیر شما میای برنج آه خوبه ببخشی عباس خدا بخشه این زمینم که شریک شدیم دیگه کی شریک شده مادر تو هم پول داد که پول کام زمین بند کنیم ها یعنی پل شما از ما دیگه آره که نوروز رخصت نکنیم ما کی نه که نورو خودم که نوروز شریک بودیم این زمین سیه باشه الان من میرم میگم ما تو میرم. برو من میرم از اعمال عدد خوبستون میارم آزودی بیا سر زمین رو که بلد دیگه دست رمضان بدی دست برام خو یا دست که کس ندی خوب الان من میام تو میگه باشه هستی پول کارم گوش کن خوبه برو مالو گلاکا یلا یا در ماما استویگیل جان خوبه بخیر خیریات خوب است خدا جان اینا خوبه شکر فضل خدا خیره سلامت باشین نون پخته لشتیم او خیریات کی نانه من گفت برو با دادی خوب بگویم پولا 50,000 که به تا بالشته از ما نمینال بدین خاطر که ما زمینی به خوبه گرفتیم با ما سبا برین میارم 50 من 40 من 30 من برین بیا بخونه برو خود تو ببره به کی بگم به داده اموره آه برو بالا من این گوشاله رو خان علاق شون بزن خوبه برو خود تو بزن یار بسم میگی لگ ماما شد آه نشمیردی و بالا شماره کنید خب شماره کردی به کیسه بگو تا کجا میگیری ولی آتیش به یکم است یا مت من چیکار پولا 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 همسایه ما عباس نه چیز پال داده به مادرمه ایشته پاله پال داده گفت ما به شما برین میاره مادر ما گفت برو پولا بستونه بعد ما بالا پال بدیم ما برین نداریم گندم نداریم نه بیبی همیشه میگه زمینی اگه بشه گیرو میکنه گیرو من نمیفهمم تو عباس بیا مسو آماله خوبه چای هم بخور برو یا مال وقت کجا می ترمزا شما خیلی بود برو برو گلاب ببر ماما برو
بابر پولار ببر پس بیاید بیا چاش دارم میمون باش بیا اگه کار تو بند نباشه نمیایی ماما نه ایگون جیله و باید تو نه چی؟ ها بگم مامانم هیچی نگی یک وقته نه اونا رو نمیگم بگم بگو خورزاده خور که نه لو نه چی پا؟ خورزاده خور که من مدام میدیدم خورزاده من میگفت گیلک ماما جو میگفتم او میگفت کجای چی کاره چی رقم اوزاتو میگفت کشمیشیه حالیش کنم خدا کشمیشی بزو بره انگوری شده داری کیه پینجه لکه اما ماما کیوی کار نه من همه جا مثلا بگی خب کار نداری بابر پولار ببر پس بیا چرا دادی می تحصیل خراب بود نه فهم حالا مدار کو بزدی یه رو نیم پخته داشته مدار خورم آدم میزنه اما تو میزنی نه نه مدار خو من مثل چیشا خو مایم مونده یا خیر قهوه نداره اگه اصابی خراب بوده نه باز کنه هم ببرم سوارشون برم مثلا پس میاری ببره نه پس نمی می ببره که زودتری بری پولا گم نشه پیش رو ها؟ نمیشه ویش کنی پولار خوبه؟ خوبه سلام هم بگی خداحافظ نگو در بابسته با خوبه